با فرارسیدن روزهای آفتابی بهاری نازنین در همه گوشه و کنار مملکت همین گونه زنان سرجم شده برابر رواج دادن و آموزاندن هنرهای ملی از فرارسی سال نو یعنی نوروز عالم افروز مژده میرسانند. این عرف و عادت از دوران قدیم به خلق ما میراث مانده است. باعث فرح است که از نسل به نسل هنرهای مردمی تا به روزگار ما آمده رسیده نشانه از گذشتگان ماست. زیرا با راستن خانه به برنمودن پیراهن نو به استقبال جشن نوروز زنان تاجیک اندرمان آفریدن گلدوزی و کشیده دوزی ها و دیگر نمودهای هنرهای مردمی می شدند. چنین آیین‌های باستانی نوروزی تا امروز در تمام منطقه تاجیکستان رایج است. با فرارسیدن روزهای گرم بهار زنان سین و سال گوناگون محله‌های شهر خوجند در یک موضع جمع آمده عنعنه‌های قدیمی نوروز را به دخترکان نورس و جوان می‌آموزانند. در محله جبر رسولوی شهر خوجند زنان هنرمند و روزگار دیده بسیارند. زمیره اورونова یکی از آنهاست. او به خانه همسایه آمده در آستانه جشن نوروز همراه زنان محله برای دخترکان طرز خانه براران را می آموزاند. در برابر این به دخترکان از روزگار خود نقل ها نموده آنها را به پاکیزه نگاه داشتن منزلی زیست، آزاده و پیراسته بودن جهاز خانه و دیگر نازکی‌های عائله‌داری تلقین می نماید. باید قید کرد که خانه براران از سنت های کهن جشن نوروز به شمار می رود. محله به محله غم میشوند هنرمندا که زیاد هستند با دوختنی آمادگی به نوروز می شود چون که هر یک دخترک یا که زن می خواهد در همون روز به بر لباسی زیبا داشته باشد، انا یورمه باشد یا که دستی دوزی باشد، انا اطلاسایی که انا اطلاسی خودمو که خیلی رنگ‌های زیبا دارد، آبوتاب زیبا هست، انمون رو با خود موافق کرده، به سین و سال خود موافق کرده انمون رو دختر به بر می گیرند و کودکای ما از همین آمد بهار مژده میدهند با من خانه به خانه با چیچک را گرفته از آمدن بهار مژده میدهند. در صحن حولی نورسان مشغول بازی های ملی بودند. آنها بین خود با شوق و ذوق خاصه ارغنچک، حپک، چیلک و لنکه بازی میکردند. این یکی از عنعنه های تجلیل از جشن نوروز به حساب رفته مست در روزهای اولی بهار بین کودکان و نورسان راه اندازی می شود. معلوم است که مشغول شدن با این نمودهای بازی بچه ها جسماً و روحاً انکشاف می یابند. کلانسالانی محله می آموزونند جوانان رو، دخترکان رو می آموزونند که ما میخوای عنعنه ها داریم گفته. یکی از این عنعنه های ملی خودمون این پختن سمنک که هست مدتی 11 ساعت 12 ساعت به سمنک ما آماده می شود دم میکنیم. بعد سیمالک رو میپزند که تا که بارشات شود زمین با آب سیر شود و حاصل خوب شود. جشن نوروز به خود خاص عنعنه ها دارد. آن را جشن کشت و کار نیز میگویند. در حولی ها مردم مشغول پابلکنی میدانچه های نزد حولگی گشته آن را برای حاصل نوبتی آماده می سازند. نهالان همیشه سبز و آرایشی و میوه دهنده گل و بوته های زیب دهنده شینانده خانه هایشان را به طور ایدانه زیب می دهند. با فرارسیدن فصل بهار ما این نوروز جشن میگیریم. زمین ها نرکده درخت میبریم، سفید میکنیم، کشت کار برای بهار تیار میکنیم. در حولی خودم من آماده کردیم درخت نرکده گل های نوشناسی سازیم. این نوروز این روز نو این قدیمی میباشد به نوروز ما. جمع آمد میکنند در چایخانه ها میشنند، شهرها برآمده سیر و گشت میکنند. با برگزاری چنین آیین‌های نوروزی مردم تاجیک و کشورهای حوزه نوروز این جشن اجدادی نیاگان را با شکوه و جلال تازه و آرزوهای نیک استقبال می‌گیرند. این جشن شهادت آن است که انسان‌ها نسبت به همدیگر نیک‌خواه باشند، با سرجمعی زندگی و وطن را آباد می‌نمایند. مس به این خاطر با پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نوروز جهانی گردید تا در روی عالم صلح و وحدت و آسایشتگی و دوستی بین آدمان پایدار بماند.